این جمله است که از زبان حبیب خدا صدا داد. رسول اکرم گفتن اگر ای خواهر عزیز از تار سر شوهرت تا زیر قدمش اگر زرداب باشد، چرک باشد، خون باشد، با زبانت اگر تازه کده بیایی تا حال حق شوهر به جا نآوردی. تا حال حق شوهر به جا آمدگی نیست. برای شوهر بهترین نعمت است. انا این جمله را بالای صندوقات نویسید تا که دختری تو با حق شوهر رسد. دخترها را شینانید. پدرای عزیز، مادرای عزیز، همه میخواین که رفته از سر دکان دخترتون آش خورین، شوربا خورین، بهترین نعمت ها را خورین. میخواین که رفته دخترهاتون خرسند در خانه های شوهر بینین. چیکار کنید؟ در خانه تعلیمش دهید.